و ابیملک 3 سال بر اسرائیل سلطنت راند. و خدا روحی شریر در میان ابیملک و ساکنان شکم فرستاد و ساکنان شکم در حق ابیملک خیانت کردند تا انتقام ستمی که در حق 70 پسر یروبعل به عمل آمد گرفته شود و خون آنها بر گردن برادرشان ابیملک که آنها را کشت و بر گردن ساکنان شکم افتاد که آنها دستهای او را در کشتن برادرانش تقویت دادند. و ساکنان شکم به مقابل او بر قله های کوه کمینوران را گذاشتند و آنها هر کسی را که در راه از پیششان میگذشت تاراج میکردند. در این باره به ابیملک خبر داده شد. و جوال ابن عابید با برادرانش آمد و آنها در شکم میگشتند و ساکنان شکم به او امید بستند و به صحرا برآمده حاصل تاکهای خود را چیدند و آن را در چرخشتها فشرده بزمها برپا کردند و به خانه خدای خود آمده خوردند و نوشیدند و ابیملک را لعنت گفتند. و جوال ابن عابید گفت ابیملک کیست و شکم کیست که به وی بندگی کنیم؟ و آخر پسر یروبعل می باشد و زبول فقط عملدار اوست. بهتر است که به آدمان حمور پدر شکم بندگی کنید. چرا ما به وی بندگی می کردیم؟ کاش که این قوم زیر دست من می بودند و من ابیملک را دور می کردم. و به ابیملک گفت لشکر خود را بیفزای و بیرون آی. و سردار شهر زبول سخنان جوال ابن عابید را شنیده خشمش علنگه گرفت و پنهانی قاصدان را نزد ابیملک فرستاده گفت اینک جوال ابن عابید و برادرانش به شکم آمدند و اینک آنها اهل شهر را به مقابل تو به شور می آورند. و اکنون شبانه برخیز خودت به قومی که با تو هستند و در صحرا کمین کن. و صبح دم برابر طلوع کردن آفتاب برخاسته به شهر هجوم نما و اینک او و قومی که با او هستند توی تو بیرون خواهد آمد و آنگاه به آنها هر آنچه از دستهایت خواهی کرد. و ابیملک و تمام قومی که با او بودند شبانه برخاستند و 4 دسته شده بر شکم کمین گرفتند. و جوال ابن عابید بیرون آمده در دهن دروازه شهر ایستاد و ابیملک با قومی که همراه او بودند از کمین برخاست. و جوال قوم را دیده به زبول گفت اینک قوم از قله های کوه فرود بیایند. و زبول به او گفت سایه کوه ها را تو مثل آدمان میبینی. و جوال باز سخن رانده گفت اینک قوم از ناف زمین فرود میآیند و یک دسته از راه ایلون میونینیم میآیند. و زبول به او گفت دهان تو کجاست که میگفتی ابیملک کیست که به وی بندگی کنیم؟ اینها آخر همان قومی هستند که تو به آنها بی‌اعتنایی نمودی. اکنون بیرون رفته با آنها حرب و ضرب کن. و جوال پیشاپیش ساکنان شکم بیرون آمده با ابیملک جنگ کرد و ابیملک او را تعقیب نمود و او از پیش وی گریخت و مقتولان زیاد تا خود دهن دروازه فرو غلطیدند. و ابیملک در آروما ساکن شد و زبول جوال و برادرانش را به در راند تا که در شکم سکونت نداشته باشند. و فردایش چنین واقع شد که قوم به صحرا برآمدند و این را به ابیملک خبر دادند و او قوم خود را گرفته به 3 دسته تقسیم کرد و در صحرا کمین گرفت و دید که اینک قوم از شهر بیرون می آیند و او برخاسته آنها را ضربه زد. و ابیملک و دسته که با او بودند حمله آورده در دهن دروازه شهر ایستادند و 2 دسته دیگر بر همه آنهایی که در صحرا بودند هجوم کرده آنها را ضربه زدند. و ابیملک تمام آن روز با اهل شهر جنگ کرده شهر را ضبط نمود و قومی را که در آن بودند کشت و شهر را ولنگار کرده نمک بر آن پاشید.